اگه تازه وارد یوتیوب شدی و داری بازی از دست میدی و ساب نمیگیری، قطعا داری مرتکب این 3 تا اشتباه میشی. بریم که با هم دیگه این 3 تا اشتباه رو باطلش کنیم. اشتباه اول، تامنیل و تایتل. چرا تامنیل و تایتل؟ ببینید دوستان، تامنیل و تایتل یا همون عنوان درب ورود به ویدیو تونه. یعنی شما زمانی که یه ویدیو میسازید خیلی حرفه‌ای پرفکت افکت‌های خفن بهش میدید، میاد آپلود میکنید، ببینید چیزی که می‌خواستید اصلا نشد. یه نفر همین ویدیو رو ساخته، با همین محتوا رو ساخته، کیفیتش از شما پایین‌تر اما بازدید بهتری خورده، صرفاً به خاطر اون نرخ کلیکی که بوده، صرفاً به خاطر CTR یعنی همون نرخ کلیکی که روی ویدیو شما انجام میشه و تامنیل این کارو برای شما انجام. حالا تامنیل خوب چه ویژگی‌هایی داره، تامنیل بد چه ضررایی؟ میریم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. فرض کنید الان من یک معلم زبان هستم، من تازه کار میام یه تامنیل میسازم، بعد اینکه یه عکس خودم رو خیلی خوش مثل این عکسای 3x4 میذارم گوشه تصویر رو، یه متن وسطش میزنم آموزش زبان انگلیسی. حالا شما تازه کار میای یه دونه تامنیل درست میکنی، یه عکس هیجانی میگیری، اون حسی که میخوای به مخاطب القا کنی، میخوای ملموس باشه واسش، اگه هیجان زده هیجان بهش بدی، اگه با اعتماد به نفس بهش بدی، با این عکس خودت میگیری و اینا میدیش حالا مثلا به جمینای یا میدیش به چت جی پی تی، میگه آقا یه ذره ادیتش کن واسم، صورتمو صاف کن، فلان کن، اون حس برق تو چشمامو بزنه و اینا. یه دونه عنوان، یه تایتل هم میزنه قشنگ روی ویدیو، آموزش زبان انگلیسی در 30 روز. حالا بیا این دو تا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم. به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ یکی که تامنیل درست کرده آموزش زبان انگلیسی در 30 روز، یکی که تامنیل درست کرده تامنیل خیلی سخت آموزش زبان انگلیسی. تو کدوم کلیک میکنید؟ قطعاً رو اونی که میخواد زودتر تو رو به هدفت برسونه. 30 روز. پس کلیک میکنید، وارد میشه. این یعنی چی؟ یعنی نرخ کلیکت میره بالاتر، تامنیل که خوب باشه. و گزینه بعدی رتنشن شما، یعنی بعد از اینکه تامنیل زدید وارد پروژه رتنشن میشید. تو خیلی بهش توجه کنید. شما تا اینجا مخاطب کشوندی، وارد ویدیوت کردی، مخاطب یه دلیلی دیدی که وارد ویدیوت بشه با تامنیلت، باید حالا بهش یه دلیل بدی بمونه، یه دلیل واسه موندن. حالا شما 10 ثانیه اول ویدیو، 3 تا 10 ثانیه فرصت داری یه هوک یا قلاب قوی بزنی رو ویدیو که مخاطب تا وسطاش بمونه، حداقل رد نکنه بره. من الان فروشنده یه دونه آیفون 15 ام، یا من عیناییم که میام موبایل بررسی میکنم. من تازه کار چی میزنم؟ من تازه کار اول ویدیوم چی میگم؟ سلام دوستان، امروز اومدم آیفون 15 رو بررسی کنم. قبلش بگم که یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید. ولی شما تازه کار چیکار میکنید؟ چه قلابی میزنید؟ چه هوکی استفاده میکنید؟ اول ویدیو بدون هیچ مقدمه، ببین، بدون هیچ مقدمه، بدون سلام علیکم، بدون هیچ خوش آمدگویی. آیفون 15 یه آپشن مخفی داره که هیچ کس تا حالا اینو بهت نگفت. من امروز اومدم رازشو برملا. ببین چقدر تأثیر داره. یکی که اومده سلام و خوش آمدگویی گفته، یکی اومده اینجوری هیجانی انفجاری به قول خودمون شروع کرده. شما باشی صبر میکنی تا کدومو ببینی. یکی که اومده آیفون رو خیلی سخت بررسی کنه، یا اون که انفجاری شروع کرده برای یه آپشن بهت بگه. این چقدر خفن مخاطبو نگه میداره، مخاطب کنجکاو میشه. میگه واسه ببینم وسطش چی میشه، چه آپشنی، من آیفون 15 رو ندیدم، اصلا یه آپشنی داره دیگه. پس مخاطب واسه این ویدیو میره. حالا توی حالت اول چه اتفاقی میفته؟ رتنشن من از 10% به 40% شاید هم بیشتر سقوط میکنه. و یوتیوب میگه اصلا این ارزش بازدید نداره، این حتما اون چیزی که مخاطب میخواسته رو بهش نداده، اون چیزی که مخاطب بهش احتیاج داشته رو نداده، نیاز مخاطب رو برطرف نکرده. همون اول ویدیو رفته بیرون، همون جایی که یوتیوب میاد چی؟ ویدیو تو رو خفه میکنه، بازی تو رو خفه میکنه و دیگه به بقیه پیشنهادت نمیده. ولی تو حالت دوم انفجاری یا میمونه پاش، میبینی نه 10 نفر 20 نفر 30 نفر اومدن موندن، اینا همینجوری رتنشن داره میره بالا، میرسه به 80، میرسه به 90. من اینو به مخاطبای دیگه معرفیش میکنم. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما مقدمه رو کامل حذف کنید، سلام و احوال پرسی رو حذف کنید. همون اول ویدیو اون چیزی که قراره به مخاطب نشون بدی همون اول ویدیو بیاد.
سوالی ازش کن ذهنشو درگیر. یه تیکه هیجانی بیار وسطای ویدیو، یه تیکه هیجانی داره همونو بیار اول ویدیو. اون چیزی که قراره به مخاطب نشون بدی و بهش نشون بده، همون اول ویدیو بهش نشون بده. نه یه چیز زرد بیاری اول بگی و بعد قرار باشه که مثلا وسطاش بگی حالا ویدیو بعدی رو ببینید، اعتماد مخاطب از دست میره. اما اصلا شما رو دنبال نمی‌کنه. و اشتباه مرگبار سوم، اشتباه ساب فور ساب. رفقا ببینید من توی کانال‌های خیلی بزرگ رفتم توی کامنتاشون دیدم، دیدید واسهشون کامنت زیاد میذارم، چند تا اومدن هی نوشتن حمایت مساوی با حمایت، ساب کنید تا ساب بشید. ببینید شما اینجوری ممکنه مثلا 100 تا سابسکرایبر جمع کنید، یا مثلا میرید تو تلگرام میگید که مثلا حمایت کنید تا حمایت کنم، ساب کنید تا سابتون کنم. اینجوری گیریم 100 نفرم جمع کردید، اومدید یه محتوای ارائه دادید، یه ویدیو گذاشتید، از اون 100 نفر شاید 3 نفرشون بیان ببیننت، بقیه اصلا اهمیتی براشون نداره تو چی میذاری، تو اونا خودشون اومده بودن دنبال ساب، مهم نیست براشون. یوتیوب میبینه این بابا این سابسکرایبر خودش اصلا بهش اهمیتی نمیدونه، من چرا باید معرفیش کنم به بقیه، چرا باید پیشنهادش بدم به بقیه. همونجا دکمه کانالتو میزنه و خفش میکنه، این نطفه کانال خفه شد و دیگه اصلا بالا نمیاد. پس سعی کن محتوای خوب بسازی، تامنیل خوب بزنی، خود یوتیوب به بهترین سابسکرایبر رو میده و اونا تعهد دارن به کانالت و با محتوات حال میکنن و همیشه دنبالت میکنن. و اینکه عرضم به حضورتون که کانال من خب هم ریاکشنه هم آموزشیه و آموزش هم کلا در رابطه با اضطراب اجتماعی، استرس، جلوی دوربین نیومدن، ترس از دوربینه و خیلی از سابسکرایبرامون هنوز نیومدن جلوی دوربین. من یه آموزش ساده دادم، با همون آموزش هم فقط همون یه دونه آموزش خودم اومدم جلوی دوربین که توی فهرست‌های پخشم برید ببینید هستش، ترس از دوربین. و اینکه ارزم به حضورتون که چطوری با این ترس مواجه شدم، برید تو فهرست‌های پخشم، این قسمت براتون میذارمش، برید ببینید. و اینکه ویدیوهای آموزشی آینده در رابطه با ایده پردازی هستش و اینکه چجوری تنظیم کنیم مثلا یوتیوب رو، چجوری وریفای کنیم و اینکه میخوایم با هم دیگه اینجا رشد کنیم، به نتیجه برسیم. منم این شما تازه وارد اصلا، من یه کانال دیگه دارم اصلا گذاشتمش واسه آزمون و خطا، بالای 200 تا ویدیو گذاشتم، میذارم تا به نتیجه برسم. هوش مصنوعی و تمام این سایت ها رو من زیرو کردم، پکیج فروش ها رو دیدم، شاید یکی دو تاشون که اونم محتوای رایگان در اختیارتون میذارن، توی همین یوتیوب هم آموزش‌هاشون رو میذارن، اونا رو دنبال کنید، خیلی بهتره از پول پکیج ندید که چند تا ویدیو آماده بزنید تو ویدیوتون و 3 ماه بعد مانیتایز بشید. به نظر من پول ندید و اینکه سعی کنید خودتون چند ماه کانالتون رو دست بیارید، چند ماه خم و چند. حالا همین که اینجا ما رو دنبال کردید، کانال رو ساب کنید و اینکه اگه دوست داشتید محتوا رو و در آینده محتوای آموزشی که میذاریم و زنگوله کانال رو بزنید. خیلی مخلصیم. چاکس.